40 سال پیش نیمه های شب وقتی اهالی شهر بوپال هند خواب بودند، هرچه نفس میکشیدند اکسیژن نه، گازی سمی وارد ریه هایشان میشد. آن گازهای کشنده بر اثر نشت 40 تن ماده سمی به نام متیل ایزوسیانیت از کارخانه آمریکایی یونیون کارباید نشت کرد، کارخانه‌ای که آفتکش تولید میکرد. آمارها از مرگ دست کم 4000 نفر در همان شب تا فردای روز حادثه حکایت میکند، اما مدافعان حقوق بشر میگویند 10,000 نفر در 4 دهه پیش بر اثر آن گازها جان باختند یا نابینا شدند. 14 سال پیش 8 کارمند هندی این کارخانه دادگاهی و زندانی شدند، اما نامی از وارن اندرسون رئیس آمریکایی وقت کارخانه که متهم فراری دادگاه بود به میان نیامد. اهالی بوپال در این 4 دهه خواستار پاکسازی منطقه و انتقال زباله‌های سمی بر جای مانده شدند. برای از بین بردن این زباله‌ها تحقیقات زیادی انجام دادیم. سازمان‌های مختلف موضوع را بررسی کردند و گزارش اقدامات مرحله به مرحله به دادگاه ارائه می‌شود. تلاش ما این است که در مردم اطمینان خاطر ایجاد کنیم. حالا حدود 350 تن زباله سمی از این کارخانه آمریکایی به کارخانه بیتامپور در 230 کیلومتری بوپال منتقل شدند تا سوزانده شوند. سوزاندن این زباله ها بین 3 تا 9 ماه طول می کشد. ये करीबन 4:30 बजे रात को कचरा आया. زباله ها را ساعت 4:30 بامداد به اینجا آوردند. آنها را می‌خواهند بسوزانند. با اینکه بیماری‌های زیادی ساکنان منطقه را تهدید می‌کند، باید اول به ما هشدار می‌دادند که از اینجا برویم. ما از دیشب نخوابیدیم. نگرانیم. سوزوندن این حجم از زباله سمی آب و محیط زیست را آلوده می‌کنه. دیگه نمیشه اینجا به راحتی نفس کشید. هرچند مقامات ایالتی میگویند فرایند دفع زباله‌ها از نظر زیست محیطی ایمن است، اما اهالی بیتامپور نگرانند پیامدهای نیمه شب 40 سال پیش برای آنها و نسل بعدشان تکرار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.